رمز گزارشات دستگاه کارتخوان هم مسدود شده. این یه مشکلی خیلی موقع‌ها پیش میاد برای همتون که شده میخواید برید از دستگاه یه گزارش بگیری ببینی اون روز مجموع صندوقت و مجموع تراکنشات چقدر بوده. وقتی میای داخل منو رو که میزنی از منو گزارشات قسمت فروشنده و اینکه میخوای سرجمو ببینی میزنه تعداد رمز بیش از حد مجاز یا رمز ترمینال مسدود شده. برای برطرف کردن این مشکل تو هر سامانه یه روش و یه قوانینی داره. سامانه که میگیم منظور الان سامانه این دستگاه پاسارگاده، این یکی سامانهش سپهره، این یکی سامانهش پرداخت نوینه. هر شرکتی یه قوانینی داره واسه اینکه این رمز از حالت مسدودی خارجش کنید. اگه شما هم میخواید بدونید چجوری اینو میتونید برطرفش کنید، اول از اینکه این پست رو سیوش کن، این پست رو دوستاتی دست کارتخوان دارن ارسالش کن. جهت اطلاعات بیشتر و توضیحات بیشتر با توجه به دستگاه شما و نوع سامانه شما میتونید کپشن رو بخونید، اونجا راهنمایی کرد.